سیستم روغنمالی محرک. ما با شما با دو مکانیزم محرک شناس شدیم. این مکانیزم کراویشپی شتونه و مکانیزم گاز تقسیم کنک می باشند. با آن دقت دهید که جزهای این مکانیزم ها با هم رسش می خورند و نسبت یکدیگر حرکت می کنند. مثال شیپ سطح نورد زانودار نسبت شتون دور میزند. بین شیپ نورد زانودار و شتون سایش به وجود می آید. چه خیلی که ما از فن فیزیک متماتیک میدانیم جزهای سایش خورده به خورده شوی آنها می آورد. برای آنکه خورده شوی به وجود نآید مصالح مالیدنی استفاده برده می شود. این قسم را علاهیده دیده می برایم. در این رسم ما شتون را می بینیم. ساخت شتون همین خیل می باشد که سرک پایانی آن سرپوش دارد. چون این ساخت شتون برای آن ساخته شده است که کشادن و پیوست کردن آن عوض نمودن و گذاشتن مغزی ها امکان پذیر باشد. در رسم با رنگ زرد مغزها کشیده شده اند. قسم بالایی سطح این جزها با خلاهای خردشونده روپوش کرده شده اند که خصوصیت بلند ضد فریکسیونی را دارا می باشد، یعنی کوفیسینت سایش آنها مینیمالی می باشد. برای آنکه کوفیسینت سایش باز هم پس شود این جزها را با روغن مالیش می دهند. بین شیپ نورد زانودار و مغزهای فاصله وجود دارد که به آن روغن داده می شود. برای آنکه مهلت خدمت جزهای محرکی زیاد شود در محرک سیستم روغن مالی استفاده برده می شود. در این رسم ما یک قسم این سیستم را می بینیم. این کارتر می باشد که در آن روغن مالیدنی نگاه داشته می شود. در محرک سیستم روغن مالی وجود دارد که روغن را گرفته به آن قسم ها و جزهایی که آنها بین خود سایش می خورند تقسیم می کنند. پیش از همه گردن های تکیهگاه نورد زانودار، پاچینک های نورد زانودار، انا این پیوستگی شتون با پارشن پس مکانیزم گاز تقسیم کننده و غیره با روغن مالیش داده می شود. اگر به بورش محرک نگریم ما در اینجا عنصرهای این سیستم را می بینیم. پیش از همه این پادان کارتر ظرفه که به آن روغن ریخته می شود. برای آنکه با روغن انا همین جزها را مالیش دهیم ما به کارتر محرک روغن می ریزیم. انا از این گردنه روغن از جویهای روغن گذر جاری شده در پادان کارتر محرک در ظرف جمع آورنده جمع می شود. در ظرف جمع آورنده تور موجود می باشد که جسم های کلان و افلاسی ها را تازه می کند. از اینجا با واسطه این دو شستن نساس روغنکش روغن را گرفته به سیستم می دهد. در سیستم کلاپن ردکسیونی گذاشته شده است که با فشار معین مطابق کرده شده است. اگر با یگان سبب روغن به سیستم داده نشود آنگاه کلاپن ردکسیونی گشوده شده روغن اضافه به پدان کارتر می ریزد، یعنی نساس روغنکش را از شکسته شوی محافظت می کند. حالا ما صافکنک روغن را می بینیم. روغنی که نساس روغنکش به صافکنک می دهد تازه کرده شده به سیستم با واسطه جویک های معین داده می شود. از شاهراهای روغن به پادچینک های تکیهگاهی و شتونی داده می شود و همین طریق این پیوستگی ها با روغن مالیش داده می شود. با دیگر جویک ها روغن به مکانیزم گاز تقسیم کننده داده می شود. نورد مکانیزم گاز تقسیم کننده نیز با سایش کار می کند و البته آن باید به روغن مالیش داده شود. روغنی که این قسم ها و جزها را مالیش می دهد پس از مالیش دهی به پدان کارتر آماده می ریزد، یعنی یک سیستم گردش خورنده روغن مالی حاصل می شود. از طور پادانه کارتر روغن گذاشته به نساس روغنکش داده می شود. از آن به صافکنک می آید. پس به شاهراهای سیستم روغن مالی آمده به سمت ها تقسیم می شود. جزها را روغن مالیش داده باز به پدان کارتر محرک جمع می شود. در بعض محرک های پر اقتدار رادیاتور برای خنک‌کنی روغن گذاشته می شود. اگر ساده کرده آن را بینیم آنگاه این برش محرک چنین می باشد. این کارتر محرک می باشد که آید به آن پیشتر گفته بودیم. این پروبکا می باشد و آن برای گرفتن روغن کار کرده شده خدمت می کند. انا این باشد روغن جمع کننده می باشد. روغن از روغن جمع کنک به نساس می آید. نساس با فشار روغن را به سیستم می دهد. یک قسم روغن به صاف کنک می آید. از اینجا پیش از همه یکم به مکانیزم گاز تقسیم کننده داده شده، دوم به نورد زانودار داده می شود و سوم هنگام دورزنی کلان نورد زانودار تخمینا 1000 دورزنی در یک دقیقه حتی در حالت کار آزاد محرک روغن به حالت بوغی تبدیل می یابد و بوغی روغنی انا این همواری های
دیواره سیلندر را میپوشاند. همین طریق روغنمالی است که همواره سیلندر به وجود می آید. حلقه های روغن جمع کننده که ما عاید آنها گفته بودیم عیناً برای گرفتن قبض روغن برای آنکه به داخل کامرای سوزش نیفتد خدمت میکند. اگر این کار پیشگیری کرده نشود، اول اینکه روغن به کامرای سوزش افتیده میسوزد و ناپوره سوخته به فضا میبراید و هوا را افلاس میکند. برای این روغن با حلقه های روغن جمع کننده از دیواره سیلندر گرفته شده به کارتر محرک ریخته می شود. همین طریق گردشخوری روغن به وجود می آید. این تصویر سخیموی سیستم روغنمالی می باشد. ما در این سخیم جایگیرشوی پایان نورد مکانیزم گاز تقسیم کننده را می بینیم که با واسطه این تیرک های تله دهنده با مشتک ها پیوست می شود و آن در نوبت خود کلپن ها را اداره می کند. اهمیت دهیم در رسم چی تصویر یافته است. کارتر سطح روغن جمع کنک این طور است. روغن از آن به نساز شستندار می آید. نساز آن را مجبوراً با فشار به سیستم روغنمالی می دهد. در اینجا ما کلپن ردوکسیونی را می بینیم که آن سیستم روغنمالی را از بلندشوی فشار محافظت می کند. پس از آن روغن به صاف کنک آماده در آن تازه می شود و به سیستم روغنمالی می رود. انا در این نوچه ها روغن جاری می شود که آنها در زیر پاچینک های تکیهگاه نورد زانودار جایگیر شدند. انا این نورد زانودار، این شتون، این پورشن می باشد. همین طریق جایگاه به تاثیر قوه کارکننده با روغن مالش داده می شوند. پادشیبنیک ها تکیهگاه نورد زانودار، پادشیبنیک های شتون که پادشیبنیک های لغزش می باشند با روغن مالش داده می شوند. پس از آن روغن با نورد مکانیزم گاز تقسیم کننده داده می شود. از آنجا با واسطه فاصله های موجوده به پایان جاری می شوند و بعد خود مشترک ها مالش می دهد. چون که در این رسش ها نیز سایش وجود دارد، آنها را هم مالش دادن لازم است. همین خیل روغن به تمام مکانیزم هایی که به روغن مالی نیاز دارند تقسیم کرده می شود. در بعضی اتومبیل ها بعضا رادیاتور استفاده برده می شود. آن برای خنک کردن روغن محرک خدمت می کند. در اینجا ما داتچیک نشان دهنده فشار روغن را می بینیم. به صفت این داتچیک می تواند داتچیک نشان دهنده فشار یا داتچیک آگاه کننده جایگیر کرده شوند که به فشار معین موافقت کرده شده‌اند. اگر فشار پس شود اسباب آگاهی می دهد و در تخته اسباب ها افروزک گریان می شود. آن خبر می دهد که فشار از معیار کم باشد و برای ویران شدن محرک آورده می رساند. یعنی آن عاید به شکست محرک خبر می دهد. از این سبب هنگام افروزان شدن لامپاچکا با نمود چاینک و چکش قطره خبر می دهد که فشار روغن پس شده است و آن به شکست محرک آورده می رساند. هنگام افروزان شدن لامپاچکا باید محرک خاموش کرده شود و سبب این حادثه معین کرده شود. اگر شما این درس را از خود کرده باشید، خودتان می توانید به آسانی آن را تعمیر کنید. این عمل ها نه آنقدر دشوار می باشند و حاجت اوستا را دعوت کردن و پول زیاد صرف کردن ندارد. خودتان مستقل این ناسازی ها را برطرف نمایید. در اصل آنها نه آنقدر مرکب می باشند، حتی خیلی آسان می باشند. مهم آن است که کار این سیستم را درک نمایید، یعنی کار این سیستم را فهمید که آن از کدام قسم ها و جزء عبارت می باشد و چه تعیینات دارند. در آینده اگر شما کورس های دیگر ویدیو درس ها را خریداری کنید، ما در آن تشخیص کنی این سیستم را دیده می برایم. شما می توانید مهارت تشخیص کنی ناسازی ها را از خود کنید. دانستن آن که سیستم روغن مالی برای مالش دادن جزء های سایش خورده خدمت می کند.